ضروری ترین مهارت‌های زندگی که در مدرسه یاد نمی‌گیرید. برنامه درسی مدارس نیاز به تغییر اساسی داره. از دوره مدرسه رفتن ما والدین امروز زمان زیادی میگذره و حالا که طعم زندگی به عنوان یه فرد بزرگسال رو چشیدیم، میدونیم اگر مهارت‌های زندگی رو در مدرسه به ما میآموختن چقدر به نفعمون میشد. از توانایی مدیریت مالی و مطالعات فرهنگی گرفته تا همدلی و زندگی پایدار. توی این اپیزود چند تا نمونه از مهارت‌هایی رو با هم مرور می‌کنیم که باید در مدرسه به اونها توجه می‌شد اما نشد. با من همراه باشید. گفتگو. مهارت گفتگو. به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری این مهارت توی همه ابعاد زندگی ما بیراه نیست که اون رو در صدر فهرست ضروری ترین مهارت‌های زندگی قرار دادیم. گفتگو با همکارا، رئیس، دوستان، همسر، آشنایان و هر یک قاعده و آداب خاص خودش رو میطلبه. امروزه به دلیل گستردگی استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شیوه‌های خاص برقراری ارتباط بین جوونا مثل پیامک زدن، ارسال ایمیل و پست توی رسانه‌های اجتماعی، افراد کمتر با هم صحبت میکنن. به همین دلیل نسل امروز رو میتونیم نسل بی صدا بنامیم. اما نتیجه این پیشرفت تکنولوژی در حقیقت نداشتن مهارت کافی برای برقراری ارتباط با دیگران، منزوی شدن و کاهش رشد اجتماعی. به این ترتیب عملا فرصت بهره‌گیری از تجربیات بزرگترها، لذت عاطفی گفت و شنود با دیگران و درس گرفتن از اشتباهات اونها از دست میره. به موقع سخن گفتن و به موقع گوش دادن توی محیط کار یا در ارتباط با سایر افراد مهارت ارزشمندیه که نیازمند یاد گرفتن هنر گفتگوه و یادگیری این هنر جز با خود گفتگو با سایر افراد ممکن نیست. مورد بعدی مهارت تفکره. توی اجرای مسئولیت‌هایی که در زندگی میپذیریم با شروط و قیدهای زیادی مواجه میشیم که باید اونها رو توی تصمیمات خودمون لحاظ کنیم. تصمیمات ما در دنیای واقعی عواقبی جدی دارن که بعضی اونها بلافاصله و بعضی هم با تأخیر بر زندگی ما و دیگران اثر میذارن. گرفتن تصمیمات درست در واقع فرق بین شکست و پیروزی یا شادکامی و پشیمونیه. تصمیم گیری درست نیازمند توانایی تفکر و اندیشیدن به سناریوها و گزینه‌های مختلفیه که ناگزیر پیش روی ما قرار میگیره. معلم‌ها تو دوره تحصیل دانش آموزان خودشون رو تو زمینه‌های اطلاعات خاصی مورد سنجش قرار میدن. اطلاعاتی که دانش آموزا فقط برای امتحان و تو حافظه کوتاه مدتشون ذخیره میکنن. حتی در دروس مفهومی مثل ریاضی تنها به حفظ فرمول‌ها و اعداد اکتفا میشه بدون اینکه دلیل ایجاد فرمول بررسی بشه. وقتی دانش آموزا میپذیرند برای مسئله خاصی راه حل خاصی وجود داره و برای یافتن راه حل‌های جدید فکر نمی‌کنند، تفکر سازگار و غیر پویا به جای تفکر خلاق توی اونها تقویت میشه. مهارت بعدی مدیریت پوله. اینکه بدونیم چجوری پول خودمون رو مدیریت کنیم، چه موقع پسنداز کنیم، چه موقع سرمایه گذاری، مهارت مهمی توی زندگی شخصیه. دوره‌های حسابداری، مدیریت مالی و کسب و کار هم غالباً فراگیران رو برای حضور در بازار کار آماده میکنه و به آموزش مهارت‌های لازم برای مدیریت مالی در زندگی افراد نمیپردازه. توی دوره‌های تکمیلی و مقاطع تحصیلی بالاتر هم حتی به افراد آموخته نمیشه که چطوری مسائل مالیشون رو مدیریت کنن. مثلا چگونه یه شرکت ایجاد کنن، چطوری برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنن یا حتی مالیات رو چطوری پرداخت کنن. این در حالیه که ارزش این اطلاعات به تفاوت بین شکست و موفقیت تعبیر میشه. مورد مهمتر بعدی انتخاب همسره. عاشق شدن، ازدواج، تشکیل خانواده یکی از مراحل مهم زندگی هر کدوم از ماست. برای انتخاب فرد مناسب به عنوان همسر باید معیارهامون رو بشناسیم و تشخیص بدیم که چه کسانی برای ما مناسب نیستن. به علاوه خودمونم باید یاد بگیریم همسر خوبی باشیم.
هرچند میتونیم از راهنمایی معلمان و دوستان در این مورد استفاده کنیم، ولی عموماً مهارت انتخاب همسر یکی از ضروری ترین مهارت هاییه که هیچ وقت توی مدرسه به ما آموزش داده نشده. نداشتن این مهارت و کورکورانه ارتباط برقرار کردن گاهی اوقات افراد رو در دام مشکلات زندگی مشترک گرفتار میکنه. مهارت بعدی زنده ماندن بدون موبایل و تبلت. همه گیر شدن استفاده از انواع تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و کتابخون‌ها باعث شده که افراد در انجام بسیاری از کارهای روزمره خود از خواندن ساعت گرفته تا خواندن کتاب به موبایلشان وابسته باشند، به طوری که اگه یک روز به موبایل خود دسترسی نداشته باشن عملاً زندگیشون فلج میشه. یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی اینه که خودمون رو عادت بدیم بدون استفاده از تکنولوژی قادر به انجام کارهایمان باشیم. مثلا برای مطالعه صرفا سراغ کتاب الکترونیک نریم. ضمن اینکه نسخه الکترونیکی بسیاری از متون قدیمی و ارزشمند موجود نیست و با وابستگی به کتاب‌های الکترونیکی در واقع خودمون رو از لذت خواندن این متون محروم می‌کنیم. مهارت بعدی تعمیر وسایل منزل. آشنایی کلی با برخی از مهارت‌های زندگی مثل مهارت لوله کشی، مهارت‌های الکتریکی، نجاری، نقاشی میتونه در مواقع ضروری بسیار به ما کمک کنه و باعث صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های زندگی بشه. بهتر با ابزارالات مورد نیاز برای هر کاری، مثلا انواع آچارها آشنا باشیم و طرز کار اونها رو بدونیم. میتونیم با استفاده از مهارت باغبانی و گلکاری خونه رو به یه فضای دلپذیرتر تبدیل کنیم. در کنار تمام این مهارت‌ها خوبه که برای نگهداری بهتر منزلمون از انواع خدمات بیمه اطلاع داشته باشیم تا بهترین پوشش بیمه رو برای حفظ و نگهداری محل زندگیمون فراهم بیاریم. مهارت بعدی مسائل فنی مربوط به خودرو و بیمه اون. در حال رانندگی با خودرو خود هستید که ناگهان به خاطر یک اشکال فنی کوچیک ماشین از حرکت میسته و مجبور میشید مدت‌ها گوشه جاده توقف کنید. این در حالیه که اگر درباره مسائل مربوط به نگهداری و تعمیر خودرو مهارتی داشته باشین به این وضعیت دچار نمیشین. مهارت‌هایی مثل تعویض روغن بعد از طی مسافت‌های طولانی، تنظیم باد تایرها، تشخیص زمان تعویض یک لاستیک برای هر کسی که رانندگی میکنه لازمه. اونقدری لازمه که توی مدرسه به ما آموزش داده نمیشه، اما میتونیم به عنوان یکی از مهارت‌های مهم زندگی توی دوره تحصیل به دانش آموزا از این به بعد آموزش بدیم. خودمون آموزش بدیم اینکه چه خودرویی بر اساس عملکرد و ضریب امنیتش برای خرید مناسبه، از نظر اقتصادی چه خودروهایی برای فروش مجدد به صرفه تره. یه سری از این اطلاعات هست که به افراد آموزش داده بشه و در طول زندگی بسیار به کارشون میاد. برای حفظ خود و دیگران از عواقب تصادفات احتمالی هم باید از انواع پوشش‌های بیمه، مقدار و نحوه پرداخت خسارتشون آگاهی داشته باشیم تا بتونیم مناسب‌ترین پوشش بیمه رو برای خودرویتون انتخاب کنید. مهارتی که در عین مفید بودن برای اکثر افراد جامعه در برنامه آموزشی مدارس جایی نداره. مهارت بعدی آشپزی. آشپزی و تهیه غذای سالم توی خونه یکی از سودمندترین مهارت‌های زندگی برای حفظ سلامتیه. با آشپزی توی خونه امکان کنترل کیفیت و بهداشت مواد اولیه و ظروف فراهم میشه. همچنین میتونیم غذا رو متناسب با رژیم غذایی هر فرد تهیه کنیم. از اینها گذشته از نظر اقتصادی نسبت به تهیه غذا از رستوران و آشپزخونه‌های بیرون نیز به صرفه تره. با وجود آنکه کتاب‌ها، فیلم‌ها و دوره‌های آموزش آشپزی زیادی پیدا میشه، ولی لازمه که نکات بهداشتی، ایمنی و اصول اولیه طبخ غذا به همه دانش آموزا آموزش داده بشه. مهارت بعدی آداب و رسوم. در جامعه متمدن امروزی آشنایی با آداب و رسوم و رفتارهای مطابق با عرف جامعه از جمله ضروری ترین مهارت‌های زندگیه که به کار بردن اونها باعث بهبود روابط و ایجاد احساس خوب در تعامل با خانواده، آشنایان، دوستان و همکاران میشه.
مبادی آداب بودن فقط به گفتن چند کلمه احترام آمیز مثل لطفاً، متشکرم و اینها ختم نمیشه. افرادی که در تعاملات اجتماعی موفق عمل میکنن نسبت به تمام افراد رفتاری همراه با ملایمت و احترام دارن و برای همه ارزش قائل میشن. به علاوه فرا گرفتن آداب معاشرت و عرف هر جامعه‌ای نشان دهنده احترام به ارزش‌های اون جامعه است. به همین دلیل قبل از سفر به هر منطقه‌ای بهتره تا حدودی آداب و رسوم اونجا رو یاد بگیریم تا دچار مشکل نشیم. مهارت بعدی، پیدا کردن شغل. افراد با 2 هدف به تحصیل می‌پردازند. اول بهبود ظرفیت‌های درونی و آگاهی از دانش‌های موجود. دوم آماده شدن به عنوان نیروی کار. پیدا کردن شغل مناسب نیازمند مهارت. شیوه درخواست دادن برای یک موقعیت شغلی، نحوه نوشتن رزومه کاری، نامه درخواست، چگونگی پاسخ دادن به سوالات مصاحبه استخدامی و بایدها و نبایدهای فنون مذاکره در هنگام قراردادهای استخدام از جمله ضروری ترین مهارت‌های زندگیه که بهتر افراد در دوره تحصیل با اون آشنا بشن. برای مثال با فراهم آوردن یک مصاحبه ساختگی، دانش آموزان میتونن با شرایط مصاحبه آشنا بشن و نکات مفید و تعیین کننده در یک مصاحبه را بیاموزن، ضمن اون که از تجربیات همدیگه هم بهره میبرن. مهارت بعدی، دفاع شخصی. البته امیدواریم هیچگاه کسی مجبور نشه از فنون دفاع شخصی استفاده کنه، اما گاهی پیش میاد که خطری از جانب برخی افراد زندگی انسان رو تهدید میکنه. در این شرایط مهارت‌های آموخته شده در کلاس‌های دفاع شخصی میتونه به ما کمک کنه که از زندگی خود و دیگران محافظت کنیم. به نظر میرسه گنجوندن این مهارت در آموزش‌های مدرسه بسیار مفیده. به ویژه خانم‌ها بهتر با این فنون آشنا باشن تا بتونن در مواقع لازم از خود دفاع کنن. مهارت بعدی، درس گرفتن از شکست‌ها. رویکرد جدید نظام آموزشی که بیشتر به دنبال حفظ اعتماد به نفس در افراد هست، باعث شده که دانش آموزا مفهوم شکست رو به خوبی درک نکنن، چه برسه به اینکه بخوان از اون درس بگیرن. دیگه مفهوم برنده و بازنده حتی تو رقابت‌های ورزشی هم کمرنگ شده. با این شیوه دانش آموزا همیشه به نتیجه متوسط راضی میشن و قدرت ریسک پذیری و انگیزه برای تلاش بیشتر در اونها کاهش پیدا میکنه. در دنیای بیرون از مدرسه چنین جوی برقرار نیست. وقتی دانش آموزا وارد جامعه میشن، کسی به فکر حفظ اعتماد به نفس اونها نیست و نتیجه عملکرد ضعیفشون توی محیط کار ممکنه به اخراج اونها منجر بشه. پس بهتر دانش آموزا شکست رو هم درک کنن و مهارت رویارویی با شکست رو یاد بگیرن. درس گرفتن از شکست‌ها در واقع روحیه سرسختی، ابتکار و استواری در فراز و نشیب‌های زندگی رو در افراد ایجاد می‌کنه. مورد بعدی، مهارت‌های کمک‌های اولیه. حادثه در هر لحظه از زمان ممکنه اتفاق بیفته و اگه به دانش و کمک‌های اولیه مسلط باشیم، میتونیم اقدامات مؤثری برای نجات جان خود و اطرافیانمون انجام بدیم. هنگام وقوع حوادث شدید، داشتن مهارت‌های مثل احیای قلبی و ریوی در واقع تفاوت مرگ و زندگیه. با انجام اقدامات اولیه قبل از رسیدن تیم پزشکی میتونیم از طولانی شدن زمان پاسخگویی به درمان و پیچیدگی هایی که ممکنه در پروسه درمان رخ بده جلوگیری کنیم. دونستن علائم اولیه صدمات مغزی، سرمازدگی، گرمازدگی، کم‌آبی بدن، قطع تنفس، مهارت بسیار ارزشمندیه که میتونه به نجات جان یک انسان کمک کنه. آشنایی با شیوه انجام احیای قلبی، طریقه ضد عفونی و پانسمان کردن یک زخم طوری که عفونت نکنه، خارج کردن جسم از مجاری تنفسی افراد برای پیشگیری از خفگی و شیوه استفاده از رگبند از جمله اقدامات مهم در کمک‌های اولیه هستند که یاد دادن آن به دانش آموزان در مدارس ضروریه. مهارت مدیریت زمان.
در دوران تحصیل معلمان از دانش آموزان انتظار دارن که تکالیف درسی خودشون رو توی مدت زمان مشخص و محدودی انجام بدن، اما مدیریت زمان رو به اونها یاد نمیدن. مدیریت زمان نه تنها در دوران مدرسه که در دوره بزرگسالی یک مهارت بسیار مهمه. هنگامی که فرد خانواده تشکیل میده و درگیر بزرگ کردن بچه‌ها و شغل و اینجور چیزها میشه، تا زمان بازنشستگی برای انجام حجم زیادی از کارها زمان کمتر و کمتری در اختیار داره. بسیاری از ما از تقویم‌ها و یادآورهای موجود بر روی گوشی‌های هوشمندمون استفاده می‌کنیم. امروز اپلیکیشن‌های مخصوصی هم برای مدیریت زمان ساخته شدن که با دانلود و نصبشون روی گوشی میتونیم زمان رو بهتر مدیریت کنیم. اما روی هم رفته آموختن شیوه مدیریت زمان برای انجام حجم مشخصی از کارها مهارت ارزشمندیه که جاش توی برنامه آموزشی مدارس خالیه. مهارت بعدی، آشنایی با قوانین. اگر قانونی پشتوانه اجرایی داشته باشه، بی توجهی به اون از سوی فرد قانون شکن دور از چشم مسئولین نخواهد بود. دانش آموزا باید به عنوان یک شهروند با قوانینی که بر زندگی روزمرهشون اثر داره تا حدودی آشنایی داشته باشن و عواقب قانون شکنی رو بدونن. مثلا آیا ورود بی اجازه به یک مکان جرم محسوب میشه؟ قانون بدهی چیه؟ آیا تزیین ماشین یک دوست تخریب مال غیر در نظر گرفته میشه؟ فردی که بازداشت میشه از نظر قانونی از چه حقوقی برخورداره؟ و بسیاری موارد دیگه که باید برای افراد بازگو بشن تا اونها رو برای ورود به جامعه آماده تر کنن. گنجاندن مهارت‌های زندگی در برنامه درسی مدرسه مزایای خیلی زیادی برای دانش آموزا داره. توسعه این مهارت‌ها علاوه بر بهبود عملکرد تحصیلی باعث میشه دانش آموزا با اعتماد به نفس بیشتری از چالش‌های بزرگسالی عبور کنن. مدارس با سرمایه‌گذاری روی توسعه مهارت‌های اجتماعی، مراقبت از خود و برنامه‌ریزی مالی میتونن دانش آموزا رو برای آینده درخشان و موفق آماده کنن. شما دوست داشتین چه مهارت‌هایی رو در مدرسه کسب کنین؟ برامون بنویسین به نظرتون جای چه درسی در برنامه آموزشی مدارس خالیه. همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنین و ویدیوهامون رو لایک کنین. این باعث دلگرمی مونه. ممنون از شما.